میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، آستینهای دراز داشته باشند. این حکم خداست. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صدسنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدن. این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی اونها به شهادت رسیدن، چه عذابها کشیدن. تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنن، تو را اینها ملامت میکنن. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزنند. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موی سفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نما. تو سطر تا کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرفهایی دا که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتواند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکنند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهایی را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنن که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست، این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است، این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با سطر گردم. پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این دا پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله اون زبان تا بریده میکنه.